این مسئله قرآن خواندن است. چه خیلی گفتم گروه های زیاد در ماه رمضان برای ختم پیدا می شوند. دوستان نزدیک ما زیاد پیدا می شوند که بیا با هم ختم کنیم، تو بخوان من گوش کنم، یا خودمون به خود وظیفه می گذاریم که 2 بار ختم می کنم، 1 بار ختم می کنم، 3 بار ختم می کنم. رمضان که گذشت تقریبا طول سال آنهایی که قرآن را ختم می کنند خیلی کم هستند. آنهایی که بگویند ختم قرآن من در غیر رمضان هم با من هست. من هر روز برای خود وظیفه کردم که 2 ورق 3 ورق حتمی نیست 1 پاره بخونید مثل رمضان. 1 حزب، 1 جزء مخصوص پیامبر ورد مخصوص از قرآن داشتن که همیشه میخوندن. پس خواندن قرآن رو هم، ختم قرآن رو هم نباید فقط در رمضان خونیم. آره رمضان ماه قرآن است، اما قرآن برای هر روز و هر دقیقه و عمر ما می باشد. نباید ختم ما فقط در رمضان باشد. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، امر پروردگار است که از شما از قرآن بخورید و آن چیزی که یعنی تا اندازه که میتوانید، چی در نماز باشد چی در غیر رمضان. چیزی دیگر روزه است. در رمضان چی در تابستان باشد چی در زمستان باشد، ما با گرسنگی و تشنگی صبر میکنیم، همدیگر رو دیده قوت میگیریم. اما مشکلی این است که حتی چقدر خواهرانی هستند که غذای خود را گرفته نمیتوانند، یعنی یک تنبلی به آنها می آید. دیگر روزه پس از رمضان مثل کوه می شود، در حالی که عزیزان پیامبر پنجشنبه و دوشنبه روزه می گرفتند، 13 14 15 هر ماه روزه می گرفتند. بعد اکثریت وقت روزه‌دار بودن که خیلی کم دیده میشد که پیامبر روزه‌خور باشد. یعنی روزه همان گونه که در رمضان فرض است در غیر رمضان فرض نیست، اما پاداش زیاد دارد. آرامش برای جسم ما هست، صبر را به ما می آموزد و این چنین با گرفتن روزه پای در پای بعد از رمضان شما همون طعم رمضان، لذت رمضان را از خود دور نمی کنید. این عبادت روزه هم یعنی باید با ما باشد. حداقل در 1 هفته 1 بار، در 1 هفته 1 بار نتوانستیم در 1 ماه 3 بار حداقل روزه را ترک نکنیم، تا اینکه این عبادت فقط مخصوص 1 ماه نباشد و در این عبادت بزرگ که به خاطر الله تشنگی و گرسنگی و دوری از شهوت را ما تحمل میکنیم در دوام سال هم باشد.